سلام و درود دوستان عزیز ما. خیلی که دیده ایستاده اینجا انبوه ماشین ها و مردم گشت و گذار دارند در این مکان. در دیار ما یکی از شخصیت های فعال جامعه در ساحه طب این مردم صبحدین بودن بندگی کرده هستند. خدا کند که رفتگی جای آن خداوند باغ از باغ‌های بهشت گرداند. واقعا یک در جمعیت یک آبرو نفوذ خاصی داشتن که از تمام گرد گذاشتن مکانهای گرد و اطراف بویم بتون مهمونا اومده ایستادن اینجا. واسه یک جای خوب‌پرتایی نیست، خیلی آدم زیاد اومده است. دعا کنیم که خداوند به رحمتش گرفته باشد حاجی را این دحی اتق من النیران. البته باز یک شخصیت در بین ما نیست و خانواده این کس و خیش تبارشون صبر جمیل خواهان هستم. عموما بر مردم منطقه یکم صبر جمیل خواهان هستم، چون این کس یکی از شخصیت این دیار بودم. خدمت ارزنده شان خیلی رسیدگی است. ملبوزار مسجو خداوند جنت الفردوس گردان. آمین. سلام علیکم. اینجا خدا را شکر دوستی عزیزم. که الله رحمت کند. بله دعاگو باشه دوستان. خدا رحمت و مغفرت کند. همه ماشین اینجا واقعا آدم خوب هستن آخی. میبرم خیر جان تقسیمت خدا رحمت کنه با اهل اولشون صبر میکنیم. آمین آمین دوستم. طاهر جان تقسیمت خیلی بود که شما در همین افیده ما اشتراک نداشتید. خدا شما را نگهدار باشه. ببینید که باران رحمت باریده شده است. خرد و بزرگ همه با جنازه این شخصیت شتابان هستند. نصرت الله عمر الله رحمت کنه حاجی را. بله کس حاجی حرمین بودن. خدا حجشان حج مبرور گردانده باشد که دستگیری آخرتشان گردانده باشد. شمشیر شهرت کی مود است؟ بندگی کرده هستم دکتر امارالدینов. یک ساله در بانیسی بیمارخانه مرکزی بوستون سردکتر بوده کار میکردم. امارالدین صبحالدین دکتری کودکانه. اسلام سنگینزاده. علیکم سلام. السلام علیکم.